سلام، من امیر گیمینگ هستم. پسری اهل افغانستان و بزرگ شده ایران. میخوام براتون قصه ای بگم که نه توی کتاب هاست و نه توی فیلم ها. این قصه رد و خون مردانگی دستهای منه و قرمزی چشمهای بیدارم. داستان من از صفر شروع نشد، از زیر صفر شروع شد. قرمزی چشمهایم به خاطر یوتیوب بود. بله، میخواستم یوتیوبر بشم و دستهای پینه بسته و زخمی اما صبح تا شب زحمت کشیدن کار کردن بود و شبها که از سر کار خسته و کوفته می آمدم خونه تا صبح با گوشی ویدیو ادیت می کردم. دنبال ایده بودم. وقتی پول برای خرید تجهیزات نداشتم، وقتی سیستم گیمینگ و میکروفون چند میلیونی برای من یک رویا بود. قبل از کانال زدم و تولید محتوا تصمیم گرفتم ویدیوهای آموزشی ببینم تا 0 تا 100 یوتیوب رو یاد بگیرم. بعد چند ماه کانال زدم. کانال اول رو شکست خوردم. بعد 1 سال فعالیت شکست خوردم. ناراحت و ناامید شدم. فهمیدم اون ویدیوهای آموزشی هیچ به درد من نخورد. الکی وقتم رو تلف میکردم. بعد چند هفته شکست رو قبول نکردم و امید دیگه ای پیدا کردم و یک کانال دیگه زدم و مثل همیشه با اراده قوی شروع به فعالیت کردم. این بار با حمایت دوستان خوبم، یعنی شماهایی که الان داره این ویدیو رو میبینید، کانال کمی جون گرفت. ببینید رفقا، دنیای عجیبی شده. خیلی ها رو میبینم که بدون هیچ زحمتی یک شبه مانیتایز میشن. مانیتایز یعنی اون 2 شرط یوتیوب رو انجام دادی و به درآمد رسیدی. انگار همه چی شانسی شده یا پارتی بازی شده. به لطف و معرفت شما قول اول یوتیوب رو شکست دادم. 1000 تا سابسکرایبر رو رد کردم. اما یوتیوب یه قول بیرحم دیگه هم داره. 4000 ساعت واچ تایم یا 10 میلیون بازدید. من هیچی نداشتم، تجهیزات نداشتم، من خودم رو داشتم و این گوشی رو. مانیتایز شدن یعنی مزد زحمتت رو گرفتم و من هنوز به اون نقطه نرسیدم. هنوز دارم می جنگم برای اون 4000 ساعت لعنتی و 10 میلیون بازدید. این ویدیو رو ساختم که بگم امیر گیمینگ هنوز زنده است. هنوز داره با خستگی بعد کار ادیت میزنه. من به شانس اعتقاد ندارم، من به حمایت شما اعتقاد دارم. اگر فکر میکنید این مسیر، این عرق ریختن ها، این بیداری ها ارزش دیده شدن داره، کنارم بمونید. فقط یک لایک، یک کامنت یا سابسکرایب شما برای من یعنی یک قدم نزدیک شدن به رویایی که براش از خوابم زدم، از زندگیم زدم. دم همتون گرم که دوست خودتون یا برادر کوچیک خودتون رو تنها نذاشتین و نخواهید گذاشت.